سلام. این پروژه کامرسه که میخوام براتون یه توضیح مختصری بدم تا متوجه بشید دقیقا چه کاری انجام بدم. خب من از این بالا شروع میکنم که 4 تا باتن میبینید که یکیش اکتیو لیستینگ، لاگین، رجیستر، ویو آل، کاتگوریز. اکتیو لیستینگ رو کلیک کنید که دقیقا همین صفحه اصلی میشه که داخلش لیستامون رو میتونیم ببینیم که لیستایی که حالا کاربرا طراحی کردن گذاشتن با قیمت و توضیحات و تایتلش. یه قسمت در لاگین برای کسایی که خب کاربری داشتن و ثبت نام کردن، یه قسمت در رجیستر و یه قسمت هم داره به نام ویو آل کاتگوریز. من از رجیستر شروع میکنم، میخوام ثبت نام کنم برای مثال. من این یوزر میزنم به نام علی، ایمیلم میزنم، ایمیل متفاوت، پاسورد هم میزنم و رجیستر میکنم و میبینید که این بالا به عنوان لاگین شده ما رو نشون میده. خب یک سری ویژگی ها و قابلیت ها اضافه شد داخل لیستمون که یکیشون کرییت لیستینگ و یکی دیگهشون واچ لیست. که کرییت لیستینگ دقیقا همین حالتیه که این پست ها ایجاد شده. من توضیحشو بدم براتون. وقتی که روی کرییت لیستینگ کلیک میکنید یه تایتلی میتونید داشته باشید، یه توضیحات، یه قیمت حالا به دلخواه و یه ایمیج یو آر الی که بتونیم از یه جایی عکس بذاریم و کاتگوریش رو من میذارم روی توضیح. کرییت لیستینگ رو که میزنم یه دقیقا میسازه با همون اطلاعاتی که بهش دادم. و قسمت بعدی که من میخوام براتون توضیح بدم قسمت واچ لیسته که برای این قسمت بهتره بعد از اینکه دیتیل رو دیدیم بگیم. ببینید توی بخش ویو آل کاتگوریز، توی ویو آل کاتگوریز وقتی کلیک میکنم دقیقا این 4 تا کاتگوری که من تعریف کردم داخل پروژه رو میبینم که روی هر کدومش رو کلیک کنم اون لیستا و اون پروژه هایی که تعریف شده توشون نشون داده میشه. مثلا تویز همینی که دقیقا تعریف کردم، یا مثلا هم یه دونه از قبل تعریف کرده بودم و کل ویو آل کاتگوریز. بخش حالا واچ لیست که بهتون گفتم نشون میدم، بخش ویو دیتیل که من بزنم داخلش اگه لاگین کرده باشید لاگین نکرده باشید این قسمت اصلا نشون داده نمیشه. وقتی که اد تو واچ لیست رو که بزنم میره داخل واچ لیست من و در از فیوریت من میشه و میتونم حالا بعدا چکش کنم. یه قسمت دیگه داره به نام کامنت گذاری که میتونی کامنت بذاری. مثلا من می‌نویسم سلام و کامنت میذارم و می‌بینی که سلام، تاریخ، ساعت، همه چی گذاشته که علی میاد و میتونی یه مقداری در اصل مزایده کنی، انگار مثلا یک کاربری اومده همچین قیمتی رو گذاشته، شما میتونی حالا قیمت بالاترش رو بهش پیشنهاد بدی. من همین رو کپی میکنم، مثلا اینجا رو جایسته میکنم 4. وقتی که فلکس کنم اینجا دقیقا میبینید شد 4 و میره بالاتر. و اگر کمتر از این مقدار بذارم، مثلا اینجا رو بذارم 1، میگه که باید این مقدار بزرگتری باشه که بتونی مزایده. قطعا از این نمیتونی که کمتر بذاری واسه مزایده کردن. و کلیت پروژه اینه. شب و روزگارتون خوش.